میاد ارمیه برا خوب میخیز میرم. یکی بگن نماز نخون، روزه نگی، مسجد نرا، درس نگو، یا حقوق بشر نیستن. چون حقوق الله رو ما و شما نمیگیریم؟ فقط حقوق بشر. حقوق بشر، بشر تا خط کشیده را حقوق داره، اوجوس حقوق نداره. رشته سخن را به حضرت مولانا میدهیم تا در حدود 3-4 دقیقه یگان پند یا نصیحت داشته باشند برای ما اعضایان حزب و مهمانان این همایش ابراز بدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولیه و الصلاة علی نبیه و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم محترم برادران اهل اسلام و خواهران عزیزم. و من یک خواهش میکنم که از طرف شما یاردم کنه که من 3-4 دقیقه گپم تیار نمیشه. و دیگه همین که در وقت صحبتم رئیس حزب نگاه نمیکنم که من اشاره میکنه که خیلی گپا نزن. برادران محترم، یکم درجه در روی دنیا سیاست اسلامی. من در نزد استادم حضرت مولوی محمد جان که با لقب گویا که هندستانی میگفتند، قوقندی میگفتند، من الحمدلله از جوانی تا مرگ شد که حتی در قبر من ماندمش. تمام سیاست های اسلامی را اگرچه همش نخونده باشم شنیدم از استادم. برادران محترم، من حاضر اثبات میکنم که عیب کیه ناآرامی، عیب کیه اثبات میکنم انشاءالله. و پیش از همین اثبات کردنم یک چیز در دل من او را بگم که از حضرت احسان محمود جان بسیار صحبت خوب کردن. یک چیزم در همین باره گفتنی هستم، برای که همین علمی که کسا گفتن همه سختتر در دل من است. در بیناموسی علما یک عالم چقدر عالمی با قوت زور بده است، بسیار حکمت ها را یک کتاب کرده همراهش میگردونده است. حکمت های عجایبه. یک روز در معرکه استاده است که خیلی صحبت کرده است. پس از صحبت خیسته است مثلا قرغان که جای میرفته است که کتابش گرفته است و تاس راه دوره یک نونی هم در بالای کتابش مونده است. بیرون برمده است که یک رفیق شدید است. بعد با او سلام کرده کتاب نان قطعی در بالای همون صفحه چه مونده است که یا سگ همون بوی نان شنیده همون کتاب نان گرفته برفته است. این عالم همه را مونده است ایقفاش برای همون حکمت های کتابش دوید است ایقفای همون سگ. بعد هر که میبینه او را همه میشناسن. تقصیر چی گپ ایقفای سگ میدوی؟ او گپ نمیزنه، نمیدگن که کتاب عزیزش در ای جای. خلاصه افگار شد داره. بعد دیگرها گفتن که ما میریم همون نان تا میگیریم. نه خب ای گفت کتاب اوجا. در بازگشت دیگه او آدم ها از قفای سگ رفتن و ای بازگشت. گشت که یک آدمی بزرگ داره گفت حضرت چی گپ قد میدوی؟ گفت که آخی کتاب ما سگ برد. گفت حیف با او علمت که علم تا سگ بره. حیف به همه خیلی ملوگیه که شیطان برک در وسواس شیطان رفتی و او سگک شیطانه. برادران محترم، اکنون شروع میکنم با مقصدم. برادران محترم، من پیر شدگیم همه الحمدلله بی نسبت به همه که جوانا حال آگاهن اگرچه علمی هرچی که داشته باشن، با پیری هم یک اسراری هست. با همه حیات من همراه بزرگا گذراندم الحمدلله. همراه بزرگا حضرت ایشان عبدالرحمن جان، حضرت مولوی، تمام علما را الحمدلله که استاد ما خودم در قبر موندگی از همونجا دعا گرفتگیم. برادران، من از استادم سیاست اسلام آموختگیم. سیاست اسلام چیه؟ حاضر میگن که زمین و آسمان، حق باطل، راست چپ، هر یک چیز با همراهش بغیر پروردگار که یکه و یگانه، هر چیز دوتای. مثلا من حاضر دوتام، هیچ چیز بغیر پروردگار یک تا نیست. خب
اکنون ما حاضر میگیم که در تعارف همه در تمام مجلس های دولت ها حقوق بشر این چوا تنها های شریکی چی های؟ حقوق بشر میگیم این شریک داره چرا ذکر نمینیم؟ اول حقوق الله های بعد حقوق بشر برادرها. اول حقوق الله های چرا نمی حقوق الله رو ما و شما نمیگیریم؟ فقط حقوق بشر بشر تا خط کشیده را حقوق داره او جوز حقوق نداره. مثلا من اگه سخن دراز نکنیم که حاضر با زنف میزنه از اول اسلام که خداوند حضرت بای آدم خلق کرد تا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبرها فرستاد از بین ما و شما انسان. اگه من همه اخیرونش بگم باید قیاس کنه با تمام پیغمبرها. با حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل کرد. مشرکا اگه کوتاهش بگم که وقت کمه مشرکا می اومدن میگفتن که ای محمد رسولش نمیگفتن ای محمد انا همه جای قرآن دیگرگون که ما ایمان میاریم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میگفتن که حضور لیس من عند حضور من عند الله میگوی ای جانب من نیست که دیگرگونش کنیم یا طرف خدا من حق ندارم. خلاصش بگیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جهان رفت به اجازت خدا تا خدا منسوخ نمیکرد یگان آیت پیغمبر یگان آیت حق منسوخ کردن نداشت از پیش خود حق نداشت. ایرا حقوق الله میگن. اومد در صحابه ها خورد پیغمبر از جهان رفت این حقوق در صحابه ها خورد با حقوق صحابه ها مشکل تر شد برای که هم حقوق قرآن هم حقوق حدیث های پیغمبر صلی الله علیه وسلم این با یه مشکل همین تا خلاصش بگم که آمد حاضر در پادشاهی خوردگه او حقوق. خب پادشاه تا کجا را حقوق داره؟ حقوق بشر تا کجا را؟ او در حقوق خدا دخالت حق داره یا نه؟ پیغمبر نداشت. بشر حقوق داره که در قانونی مثلا خدا را پایمال کنه یا که یگان دیگرگون کنه بشر حق داره؟ نداره حق. عیبی کیه برادرها؟ ما اهل اسلامیم 90 چند درجه همه تاجیکستان به زبان خود گفته ایستادیم که ما الحمدلله مسلمانیم. خب چی باید کرد؟ مثلا اینا شخصا من خودم مثال بیارم حقوق بشر تا کجا را های؟ من حاضر به همه مستفیدیم دولت پویس کرد که 3 سال 2 سال خدمت میره سرخم میگیرمش میرم بگه خونه در دولت در کاره خوب میگم بگیرش این حقوق بشر حقوق داره. خب اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم ما دام امره فی طبق الاسلام اطاعت کنه خدا و رسول اول الامرتونه مادام که امرش طبق اسلام باشه. ای مسلمان طبق اسلام وقتی که طبق اسلام نیست امر مومنه کدم اطاعت کنه مشرک میشوه. پیش هم خدا را همه میشناختن مشرک هم خدا را میشناختن لیکن اطاعتی ما سرخه میشن سجده میکردن همون خدایانشون برای که مشرکشون میگفتن برادرها وگرنه او هم خدا را میشناختن مشکلشون خدا را یاد میکردن. با حقوق ما اینا مثلا بگه که ماشین در کار ما خونه در کار ما خب چی زندگی دارید ما مرحمت خودت ارمیه برای خوب میخیز میرم یکی بگه نماز نخون روزه نگی مسجد نره درس نگو یا حقوق بشر نیستن. خب یک تا مثلا حاضر من مستفیدم یک خوجین یک سنگ یک تانه را بگه همین را بردار اخم زورم نرسه ایدارم کنه و بعد بزنم در همه دوبین کم بزنه که تشورنم اخی زورم نمیرسه. ای مسلمانو من از زن و فرزند خونه و در زندگی و همانده اسلام با من دوست نزدیکی حاضر مثلا همه چیز ما بگیره برای که نگه همین مردک دروغ میگه یا که درویه برای همه چیز ما بگیره من روزی پروا ندارم نه که در مقابل اسلامم انا همه جا شهادت در همه جا توغری میگیره نه برای یک کس وظیفه‌ش گرفتن نه برای یک کس دشمنی شخصی کردن یا نیستن. ما و شما این فکر در وجود انشاءالله نیست در فکر نمیاریم ما بدبینیم و به خاطر هایی که دین مونت کرده مقابلتی که ایستادن
با مقابل دین مو مثلا که چی مو کرده ایستادن فرزندامو مسجد نره هر روز در مسجد اکثر وقت خطیبا میگن که فرزندا از راه بره شدن مکتب با مکتب جنگ داره بعد یه روز نشد آخی جمعه در سرم پیچون خیسم گفتم هموی نصیحت مینی داک جوان چور مصفید دایجا جوانو رو آخی نصیحت کنه ده از راه بد بگردن برای همه برادران محترم اگه زنگ هم زد که اخیرون استقبال نتیار میکنیم انشاءالله از شما خواهش میکنم من یک همچنین موی سفید ما و شما چیزی عداوت به هیچ که انشاءالله نداریم نکنیم برای وظیفه فکر نکنه فقط مقابلتی چیزی که باشه با جان مقطعی به همه در مقابل که کدمه به مقابل دین مو زید میبرویه و قانونهای میبرویان که گویا که ما را عیبدار مینن اخی ما مسلمانیم چی منا از دین به مقصد میفرمی که مسجد نره این ظلم نیست حق من ظلم نیست همه ده حق من یا که همه خوندم درس نگو همه را همه ملاها با سر قدرت برآوردن باور منه که من یاد دارم که گهواره را با روسی علم گفتن سپیدتی بودش کمسمال بودش پیانیر این خیلی علم گفتن این قانون و این رسم رسوم ما ملاها در دست دادیم همه یا را نداشتن با همین ما عیب داریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته